بابای ما آدمی سفیر خلق بکنه، فرشته ها به نزد پروردگار همین را عرض کردند: نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. فرشته ها چی گفتند؟ چنان که در فصل اول پیش از این فصل در آیه اول ذکر شد، مراد ای گفت که نحن نسبح بحمدک، از ای پروردگارا ما ترا تسبیح میگیم، ما ترا تحلیل میگیم، ما ترا عبادت میکنیم، ما ترا مقدس میداریم. مراد ای که ما ترا تسبیح و تحلیل میگه، این آدمی که تو خلقش میکنی فقط بفرمانی و فسادکاری میکنی. همین سخن گفتن. در حدیث وارد شده که آسمان بر اثر بار عظمت صدای مخصوص از خود سر میگیرد. همین آسمان بر اثر بزرگی پروردگار که بسیار خدای بزرگ است، یک صدای مخصوصی خودش سر میگیرد، یک آواز و جر و جیر میکند. همچنانه که تخت از بار سنگین که روی آن گذاشته شود صدای مخصوص میکنه. تخت هم یک تخته را میگه قبولش وقتی که باری وزمی نمونده و رعکیش که خیلش که عرابه باشه چه باشه جریق و بریق مینه، همین خیل از باری وزمینه، همین آسمان همین خیل صدا میکنه. و برای آسمان حق است که چنین صدای از خود صادر کنه. خدا گفته است برای این آسمان من حق دارم که همین صدای از خود بگم، زیرا که وزن هیبت و عظمت الهی سخت و سنگین است. زیرا که وزن هیبت، بزرگی پروردگار و عظمتی الهی بسیار سخت و سنگین است. سوگند به آن ذات پاکی که جان محمد در اختیار اوست که در آسمان به اندازه یک وجب هم جای خالی وجود ندارد که در آنجا فرشته سر به سجده نگذاشته باشد و مشغول تسبیح و حمد الله نباشد. حضرت پیامبر رو به صحابه ها کرد که ای امتان من، قسم به ذات آن خدایی که جان محمد در ید قدرت و قبیضه قدرت پروردگار است، در روی زمین و آسمان یک وجب جای باقی نمونده است که فرشتگان پروردگار را سجده نکرده باشند یا پروردگار را عبادت نکرده باشند. مراد ای که پروردگار احتیاج به طاعت عبادت ما ندارد. هر یک انسان طاعت عبادت میکنه به خودش و اگر نمیکنه هم در حق خودش ظلم میکنه که در آخرت خداوند در حال محشورش میکنه که میگه ای ظالم تو در حق خودت دیدت نسوخت، برای خودت ظلم کرد. هر یک عبادت کسی میکنه برای خودش میکنه به منفعت خودش، کسی که نمیکنه اون ظلم بر نفس خودش میکنه. حضرت موسی را خدا سوال کرد ای موسی آیا برای من کار کردی؟ او که ای پروردگار من برای تو عبادت میکنم، نماز میخونم، روزه میگیرم، زکات میدم، حج میکنم. خدا گفت اینها را برای خودت میکنی، به منفعت خودت میکنی. اینها برای من نیستن. اگر اینها را تو نکنی من تو را عذاب میکنم. اینها را تو میکنی از عذاب من نجات میاری. اینها را برای خودت میکنی. حضرت موسی گفت ای پروردگارا من برای تو باید چی کار انجام میدادم؟ گفت به خاطر من شده هیچ عالم ای امتی محمد دوست داشتی و دوست میداری و نقشه دوست داشتن داری؟ یعنی که یک عالمی که اگر به خاطر خدا او را دوست داشته شود، پروردگار از او بنده چیکار میکرده است؟ راضی میشه. علم چقدر فضیلت و چقدر مرتبه عالم به خاطر علمش. میگه روز قیامت وقتی که یک انسان به سوی دوزخ کشیده و برده میشود و در راه از او پرسش میکنن که در دنیا هیچ عالم دوست میداشتی؟ میگه نه دوست نمیداشتم. میگه در صحبت هیچ عالم شیشته بودی؟ میگه نه نشیده. یگان عالم کمک کردادی؟ میگه نه کمک نکردی. میگه یگان دوست داشتی که با یگان عالم رابطه و رفت و اومد داشته باشد؟ میگه نه نداشتم. میگه یگان دوست داشتی که
در محفل یا که در یک امر معروف یک عالم یا متعلم شیشته باشه و تفکر میکنه، میگه ها یک دوست داشتم که بسیاری وقت مسجد میرفت و می اومد در پیش من صحبت میکرد که امروز ملا این سخن گفت یا آن سخن گفت. پروردگار میگه به خاطر همون دوستت که در صحبت اون عالم شیشته است من ترا رحمت مغفرت کردم. علم فضیلت شو ببینید ای بردم، خوشا به حال این جماعتی که شب روز در تعلیم علم شیشتگی هست. ان شاء الله اینها همه اهل جنتن. خداوند خود وعده کرده است که کسی که یک عالم به خاطر علم دوست بداره یا که یک عالم یک سخن بشنوه و به اون عمل کنه، من برای او واجب میکنم جنتن. ان شاء الله که این اهل مسجد همه اهل چیان؟ اهل جنتن. یکی بعضها نفاق دارن در قلبی، وقتی که سخنا را میشنوند در بیرون میبرن با چندین سخن بهتان دیگه در او کوش میکنن، مردم دل سیاه و خسته میکنن. اونها بدونن و آگاه باشن که اونها اهل دوزخ هستند. کسی که یک عالم اگر مذمت کنه یا مضمون بگیره به خاطر چی؟ به خاطر یک سخنی که از جانب خدا میگه، وای بر حال او انسان که جای او جا و باششگاه او دوزخ است که خداوند میگه به عذاب سخت‌ترین اون را گرفتار میکنه. حضرت پیامبر در یک حدیث میگه که العلماء ورثة الانبیاء، عالم ها میراثبر پیامبرا هستند. پیامبرا خاص به خاطر دین یک و یگانه اونها را خدا فرستاد بر روی کره زمین تا که این مردم از تاریکی جهل و از تاریکی کفر بر روشنایی نور دین اسلام هدایت بکنند. انا همین عالم ها هم پس ایسر اونها میراث فقط علم بودن تا که مردم به راه راست دعوت بکنند. کسی که تحقیر در عالم میکنه تحقیر در پیغمبر میکنه. کسی که تحقیر در پیغمبر میکنه تحقیر در دین میکنه. کسی که تحقیر در دین میکنه تحقیر در خالق میکنه. وای بر حال او انسان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.